سلسله هخامنشی یکی از بزرگترین سلسله‌های تاریخ ایرانه که توسط کوروش بزرگ تأسیس شد. پدر کوروش پادشاه پارسی و مادرش دختر شاه ماد بود. بابا ایختویگو میشه من شاه بشم؟ نه. باشه باشه باشه. وقتی کوروش به قدرت رسید حاکم لیدیه نگران شد و رفت سراغ پیشگو. اگه به ایران حمله کنم چی میشه؟ یه پادشاه کشته میشه. چه جالب. کدومشون؟ نمیدونم کدومشون. 100% کوروش. بعد از فتح لیدیه کوروش آسیای صغیر رو به صورت کامل فتح میکنه و حین کشورگشایی توی یکی از این جنگ‌ها هم کشته میشه. من کمبوجیه پسر کوروش اعلام پادشاه. مردم داداش بردیا رو بیشتر قبول دارن، میخوان اون پادشاه بشه. خب ببرینش گوشی بکشینش. باشه داشتم میگفتم جوری کشورگشایی بکنم که همه میگم یه چیز دیگه، ایالت‌ها شورش کردن. خب یکی رو بفرستین جمعش کنه دیگه، همه چیزو که من نباید بگم. جهان رو به لرزه در میاد. پادشاه مصر داره با دشمنان بابا یه دقیقه خفش. کمبوجیه به سمت مصر لشکرکشی کرد و خوشبختانه توی اون زمان پادشاه مصر مرد و یه پادشاه ضعیف روی کار اومد. اون تونست مصر رو فتح بکنه و با مردم اونجا خیلی خوب رفتار کرد. خب بریم به کشورگشایی ادامه بدیم. شکست خوردیم. عالی شد. از این بهتر نمیشه. جانم وزیر جان. اون داداش بردیا بود که کشتیمش. خب الان یه نفر تو ایران گفته من بردیام و الان ملت میخوان اون پادشاه بشه. داریوش داداش میدونستی این فامیلتون بردیا رو ما قبلا با کمبوجیه کشتیم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه الان اینی که پادشاه بردیا نیست. داریوش بزرگ سراغ بردیای الکی میره. خیلی ها دیگه این قضیه رو میدونستن، اما به خاطر قدرتی که بردیا گرفته بود کسی جرأت درگیری با اونو نداشت. ببین همین الان راه بیافت و شورش ایالت‌ها رو جمع کن. خب فقط وقتی برگشتی یه گوشه بشین تا سخنرانی من تموم بشه. باشه؟ بعد با هم صحبت میکنیم. باشه. من داریوش هخامنشی پادشاه ایران زمین. خزانه خالیه، یه سر بریم هند طلا ملاشون رو بیاریم. داریوش به هند حمله کرد و کلی طلا و جواهر از اونا به غنیمت گرفت و بعد از اون به سکاها حمله کرد و تا پایتختشون جلو رفت. حالا تا اینجا اومدی چی بهت نگفتیم؟ خب شاه ما گفته بخوای بیای جلوتر باید مثل پرنده پرواز کنی، مثل موش بدوی، مثل وزغ هم شنا بکنی تا بتونی از لای تیرای ما رد بشی. خب حالا خودت میدونی چی کار بکنی. خب لشکر رو پس بیارین. نه داداش، نه حالا یه چیزی گفت، تو کوتاه بیا. داریوش برگشت و با چند تا کشتی به سمت یونان رفت و قلعه اونا رو محاصره کرد. سربازای یونانی برای اینکه اسیر تیراندازای ایرانی نشن با سرعت به سمتشون حمله کردن و فاصله شون رو با اونا کم کردن. اینجوری تونستن ایرانی‌ها رو شکست بدن و لشکر ایران هم به سمت ایران عقب نشینی کرد. چند سال بعد وقتی داریوش داشت دوباره لشکر جمع می‌کرد که به یونان حمله بکنه، از دنیا رفت. من خشایارشا
پسر داریوش بزرگ اعلام پادشاهی میکنم. عجیبه این وزیره نیومد پارازیت بندازه. داداش اون وزیره مرده. خب پس بگو یکی دیگه بیارن. میخوایم بریم از یونان انتقام بگیریم. جی بچه‌ها دمتون گرم، خیلی حال داد، عشق کردم. میگم آجی یه حرکتی بزن، اون جنگ اولو بردی هادی، بقیه‌شو چرا شل کردید؟ دارن بچه‌هامونو تو یونان تیکه تیکه میکنن. اصلا ولش کن، حسش نیست، میدونی؟ بعد از کشته شدن خشایارشا، اردشیر درازدست، بعدش خشایارشا دوم و بعد سقدیانوس و داریوش دوم و اردشیر دوم پادشاه شدن که مدت سلطنتشون خیلی کوتاه بود و تقریبا هیچ کاری برای ایران نکردن. دهمین پادشاه هخامنشی اردشیر سوم بود که توی دوره سلطنتش با کمک یکی از وزیرا خیلی خوب تونست غرب ایران رو نظم بده، اما شرق ایران از کنترلش خارج شد. بعد از اون پسرش ارشک پادشاه شد که خیلی سریع توسط یکی از درباریا کشته شد و در آخر داریوش سوم پادشاه ایران شد که اول سلطنتش اون وزیر باهوشی که به اردشیر سوم کمک کرده بود و کشت و توی زمان حکومتش اسکندر به ایران حمله کرد و سلسله هخامنشی منقرض شد. خیلی ها معتقدن که اگه داریوش اون وزیر رو نمی‌کشت شاید اسکندر نمیتونست توی حمله به ایران موفق بشه. اگه دوست داری انیمیشن داستان زندگی حسن صباح و حشاشین یا همون اساسینز کرید رو از این کانال ببینی، میتونی کانال رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک بکنی تا بفهمم که از انیمیشنام خوشت میاد و بازم برات بسازم. ممنون که تا اینجای ویدیو وقتتو به من دادی.